هلو گایز، بچه ما بالاخره یوتیوبمون رو شروع کردیم. قرار کلی ویدیوهای خفن واسهتون بذاریم. قراره که هر هفته از یه جای دیدنی دبی براتون ویدیو بذاریم و امروز داریم میریم وافی مال، مجموعه آیا توی شهر دبی. لیتس گو، بزن بریم. خب رسیدیم وافی مال. اینجا یه فضای باستانی و تاریخی داره که فکر میکنم شبیه سازی از مصر و اهرام ثلاثه و اینجور چیزا باشه. و الان میریم داخل وافی مال که بریم به سمت مجموعه آیا. و بچه ها اگر گرسنتون شد توی وافی مال فودکورت هم هست، میتونید بیاد اینجا و ما قبل از رفتن اومدیم یه چیزی بخوریم که انرژی داشته باشیم اونجا ویدیو بگیریم. بچه ها بالاخره رسیدیم مجموعه آیا. این فضای بیرونیشه، شما میتونید جلوی در بلیتتون رو تهیه کنید و بلیت برای هر نفر 150 درمه که بهتون از این شناسنامه‌های آیا میدن که همون تیکتتونه که باش میتونید برید کل مجموعه رو بگردید. لیتس گو، بزن بریم. همونطور که دیدید اینجا فضای فوق‌العاده رویایی و ماورایی رو داره. حتی لباسایی که به این راهنما دادن لباسایی که مثل توی فیلم ها کائنات و چیزایی که میبینید مال معبدا، لباساشون اون شکلیه و اینجا سالن به سالن متفاوت هست و به صورت ماجراجوییه و همراه شما یه دونه راهنما میفرستن. یعنی قبل از هر سالن یه دونه راهنما میاد که شما سوالی چیزی ازشون اگر دارید بپرسید و خودشون راهنماییتون میکنن و اگر دوست داشته باشید عکس و ویدیو ازتون میگیرن و هدایتتون میکنن به سالن‌های بعدی. یه موضوع دیگه که یادم رفت بهتون بگم این بود که شما قبل از اومدن حتما تماس بگیرید، ساعت باز و بسته بودن مجموعه رو چک کنید، چون ما نمیدونستیم ساعت چند بسته میشه. روی لوکیشن زده بود ساعت 10 میبندن و ما رفتیم ساعت 8، گفتن که نهایت 8:30 میبندیم و ما نیم ساعت بیشتر فرصت نداشتیم که بیایم اینجا رو ببینیم و فکر کنم خلوت بودن اینجا به خاطر این بود که تایم بسته شدنشون بود. در کل شما اگه خواستید بیاید ساعت 4 و 5 بعد از ظهر بیاید که بتونید از فضا لذت ببرید و عکس و فیلم های خفنی بگیرید، چون اینجا فضا واقعا پر انرژی و زیباست. این دیزاین و سالونی که الان داخلش هستیم فکر میکنم سالن دوم یا سومش باشه. در کل 8 یا 9 تا سالن داره فکر میکنم که هر کدوم با طراحی و دیزاین و نورپردازی های مختلفی و حتی موزیک های مختلف و راهنماهای مختلفی داره واسه خودش. اینجا هم رفتیم سالن بعدی و واقعا اینجا گم می شدی اگر کسی همراه نبود و همونطور که می‌بینید یه فضای فوق‌العاده زیبا و پر انرژی بود. بریم که ادامه ولاگو ببینیم با هم دیگه.
خب بچه ها، قبل از وارد شدن به این سالن باید قبلش کفشمون رو در می آوردیم و دستبند و چیز تیز و برنده اگر داشتیم و از خودمون جدا می کردیم و اینجا یه جایی مثل استخر توپ بود، میتونستی بری داخلش بازی کنی. گیم بود، نمیدونم حالا مخصوص ما بود یا بچه ها کلن یا یه جای دیدنی بود. هر چیزی که بود باحال بود، ما لذت بردیم. امیدوارم شما هم لذت برده باشین. بچه ها این اولین ولاگ یوتیوب ما بود. همونطور که میبینید ویدیو رو حتی عمودی نگرفتیم، افقی گرفتیم و اگر پیشنهادی یا جای دیدنی توی دبی شما خواستید ببینید، اینجا این زیر کامنت کنید که ما براتون ویدیوشو بگیریم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. ممنون میشم اگه حمایتمون کنیم تا انرژی بگیریم براتون کلی ولاگای خفن از روزمرگی و اتفاقایی که میفته و جایی که میریم توی دبی براتون درست کنیم. دوستتون داریم. See you soon guys.